وروى الإمام أحمد والترمذي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. در مسند امام احمد و سنن ترمذی آمده است که حضرت مادر مومن ها عایشه صدیقه بنت ابی بکر صدیق رضی الله عنها و ارضاها گفتند که یا رسول الله آیتی که الله تعالی میگوید که والذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم وجله، آنهایی که این عملهای را اجرا میکنند و دلهاشون در ترس است. الله تعالی میگوید بعضی آدمها بعضی عملها را اجرا میکنند ولی قلبهای آنها در ترس است. و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، و آنها به سوی پروردگار بازگردنده هستند. عمل را اجرا میکردند و میترسیدند. و حضرت عایشه پرسیدند که یا رسول اینا یعنی مراد از این شخص ها کی است؟ آن آدمهایی که زنا میکند و دزدی میکند و عرق می نوشد و بعد از الله تعالی می ترسد، اینها همونها هست؟ قال لا یا بنت ابی بکر الصدیق، نه ای دختر ابو بکر صدیق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم خائفون الا يتقبل منهم، بلکه اینها شخصیت های هستند که نماز میگذارند، روزه میدارند، صدقه میکنند و لیکن میترسند که مبادا الله از ما قبول نکرده نماند. یعنی در این آیت الله تعالی درباره آن آدم‌های گپ زده است که آنها عمل‌های صالح میکردند و از قبول نشدنش میترسیدند. حضرت عایشه فکر کردند که اینا گناه میکنند و از الله تعالی میترسند به سبب عملی کردگیشون. بنابراین عملی که کردید باید ترسید که عمل قبول میشد یا نمیشد. لا چون قبول نشد فایده ندارد برادرها. قال ابن کثیر رحمه الله فی تفسیر قوله تعالی والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون، در زیر این آیت سوره مومنون آیت 60 در تفسیرش گفتن که ای یعطون العطاء و هم خائفون، خیر میکردیند و میترسیدیند. او یک آدم به قرض میتید و میترسید که گشته میداده باشد یا نمیداده باشد. گفته اینو خیر میکردیم. وقتی که خیر میکنید از بهرش برآمدید الکه، لیکن این وقتی که در راه الله تعالی خیر کی کردید دیگه مکافاتش باید از الله تعالی گیرید. آنها میکردند و میترسیدند که الله تعالی قبول نکرده نماند. و هم خائفون و جلون الله یتقبل منهم، میترسیدند که الله تعالی قبول نکرده نماند.